سلام بچه ها، خوش اومد به ویدیو جدید ما. امروز اومدیم روبلاکس با رادین، کسرا، بلک اسپین. بچه ها معرفی کنید خودتون رو. معرفی که نیاز دارید. دوستان این چهارمی از ویدیویی که من هستم سلام علیکم. آها خب بچه ها اینجا پلی رو میزنیم. کسرا بگو. اوکی دیگه آره دیگه اون بالاخره اومد یه فیلم بگیریم. خب بریم F11 رو میزنیم. خب بریم بچه ها. ما اینو چرا موسه اینجوریه؟ آها خب بچه ما اینو با بچه ها قدیما بازی میکردیم خیلی. ما اینو با بچه ها قدیما بازی میکردیم که باحال بود خدایی. فقط مثلا بعضی موقع فشاری میشدیم خیلی. آخه بچه یه دفعه میاید میبینید که یکی میزنه 3 متر میره رو هوا. خب بچه الان ما باید بریم با بچه ها. الان بچه تو مپی؟ من تو جوین کسرام. منم تو دون خودم. بچه من صدای خودم میوت کردم برای بچه ها. اومدیم یه کاری کنیم. بچه ها اینجا رو باز میکنم، بعد حالا استور میریم. اینجا رو میخوام کامل همه رو بخرم. اوکی حالا میخرم و بهتون میگم. خودتون بدونید که دارم میخرم. به بچه ها میخوام اسپویل نشه آخر ویدیو بگم. خب بچه ها من دارم میرم دنبال یه دونه خونه. بذار منم بیام برو بیام دنباله. خب بیا با ما دیگه رادین. بیا ما داریم میریم. من نمیدونم کجام. اینم بغل کار باشم با تو. منم کنار کار باشم. این محمده. کی بود زده؟ خب ببخشید. آقا مشکل داری مگه مرا میزنی؟ نه وایسا. خب بریم. ما نشستیم. دالدا یه حساب کنم تو بیفتم. یکی مالید. ببین نزنم. ماشین من رو شرطه نمیتونم سایز کسرا روزی یه بار میره ماشینشو میشوره. آره انقدر سالمه که خرطقش جزگی هم نداره حتی. آره میبینیم با ماشین. دوستان بیاین برگر کینگ دنبالم. برو دنبال این رادین برگر گیرین. بچه یه ذره لگه بازی دیگه ببخشید، تقصیر ما نیست. این تقصیر خود بازیه واقعا لگه یه ذره. واقعا هم باگه. نمیدونم چون مشکلت لگ بودنش مشکلت رو رفته مشکلت کودش گیر میکنه یه دفعه میگه آی منو گرفت. خب من اینجا هم بس کجایی؟ من برگر پدیکم. ما هممون برگر کینگیم الان دیگه. وایستادیم بیای کوشی. من الان رفتم داخل نکن تو سیر ببین نیفتادم. آی داره میزنه فرار کن. تو جارو که دنبال ما انگار مامان بزرگا. اشتباهی دوستان بذار من سرور عوض کنم بیام جوینتون. کسرا یه دقیقه میری چیز؟ کسرا گفتم اینجا خوبه خونه هاشا. بیا 2 تا 3 تا روی هم بخریم. اوکی تو اینو بگیر بیا. تو بردا یه دقیقه من کار دارم. من با ماشینت میرم. ماشین ندارم برم یه جا بیام. اوکی برو تو برو. بازه درش. رادین تازه اومد. اول یه خونه میگیری؟ بذار یه دقیقه برم یه جا الان میام. آها اینجا داره. ای نداره. داره نداره. چرا من اینجوری هم که داره نداره. کجا رفتی؟ من رفتم یه جا کار داشتم بیام دیگه آقا. یعنی فکر کردم هستی ولی نیستی. یکی چیته؟ یعنی چیته؟ آقا من الان تو برگر کینگ
رو هوا را میره. حاجی بذار الان من میام دنبالت. نه اون باگ جدیدیه که اون میتونی رو هوا را بره، خیلی مسخره است. داداش باگ نیست دیگه. چیت سنگینیه ولی باگه. مگا باگ. مگا باگ داداش مگه چیزه اسم این چی بود؟ بگم دوره اصلا عشق میکنی لباس یک پوشیدم تو کام با یه باند خلافدار یه چی کنم یه بار اسم دنبالم دیگه داشت پرام کردم که یه اسم دیگه بالاخره. بله فکر کنم رادین نبود، من بودم فقط باز. خب نه با اینو با هم بازی کردیم همیشه. رادین اصلا نبود. آره رادین یه بچه راستی رادین ای خونه رو گرفتم محمد، یعنی اینقدر که منتظرمون که آنه. آره گرفتم متاسفانه. عیبی نداره، شما یه جایی بگیرید شاید من اصلا امروز خونه نگیرم. جلویش خالیه، جلویش خالیه، جلوی من خالیه، جلوی بغلچم خالیه. من رادین تو خوبه. من یه کاری دارم نمیدونم پیدا نمیکنم. به به حاج خانم بسیار اوه تیراندازی شد چه زدم دست ما نرسید آقا، کسی نیومدی. داداش ماشین خودم رفتم. داداش الان میام. کجایی رادین؟ برگر کینگ. الان پیاده دارم میام، چیز به ماشین دارم میام. بکنش محمد آیان ماشین. آقا این بوق میزنم صدا پرای تاشبک میده. خب دیر داشت این ماشین 2 تومنی کنم دو تک تومن ها. یه دقیقه آیسید میخوام آها بالاخره جایی که میخواستم پیدا شد. نکنین گلدون فروشر حاجی ماشین رو دیدم. رادین دارم میام دنباله. نه بابا گلدون فروشیه چی؟ رادین بیا اومدم دنبال یه ماشین قرمز دمه داره. داداش منم اومدم. خب بیاید بشینید سمت پیش من، بیاید بشینید. ای بابا آخه میام جایی ما نیستی. اما که لباسه زیبایی انداختی برای اسکینه. لباس؟ هر دفعه جاین شما آخه. میخوای بریم جوین رادین؟ حاجی سرورش خیلی پر خوبین. ای با این ماشین خوبه رو تازگی اگزیت لیو بده بریم جوین رادین. رادین برو تو. رادین تو برو تو ما میدیم تو. یعنی راستی من گفتی رادین یه چیز داشته من آها راستی اینو داشتم گفتم یادمون رفت اصلا. رادین بچه‌ها الان توی چیز داریم ویدیو میگیریم انقدر آرومه یه جور جنباجوش یه دونه به خاطر همینه نمیاد تو این بازی، به خاطر اینکه یه دفعه دیدی کل بازی یه دفعه زد بهم. بله رادین فشاری معروف بود یه زمان. آجی یکی با وردن افتاده دنبالم بگی نون گووردنی تو پولشو ندادم افتادم دنباله. داداش مگه خیلی داری که دفعه داری شد. برو لیوان پرچ میکنم لیو ببینم ماشین میتونم اسپان کنم. این ماشین میتونم اسپان کنم. آی آخ زده داداش شنی هم ساده مردی؟ نه مشکل نه یارو افتاده دنبالم. یا ابوالفضل رادین جیغ هواری زد. موتور همه داره اینجا پارک کرده. خب موتورشو بدوزی بریم. یکی با موتور چارچر خب یکی هم با اوه من موندم. الان یه دفعه میبینی رادین به شهادت رسید. بازی من نیمه کامپیوتر نیمه چیزم پلیستشن. چی؟ یه پلیستشن رو میگیرم کامپیوتر رو بازی میکنم. لاک کن. آی بابا این هدفون هم اذیت میکنه. الان دیگه برگر کینگم. الان من میام بذارید دارم میام. من اینجا ماشین فعلا تی بزنم. داداش تی نزن بیا بگید و معرفی کنم. خوب گلاگیاه به کاری خیلی به صرفه تره. بیا دمه درم بیا دیگه. الان وایسید من برم. آقا میخوام برم برای ویدیو، به خاطر اینکه ویدیو هست میرم پک ماشین باز کنم. نه حمله کردن دیگه نمیتونیم بیایم حمله کردن تو کمک کنیم. آقا من الان دم درم نیست. آقا
به کس بگو. دارم میام من. یاده گلوش چرا نزن بابا نزن بابا چرا بیا تصمیبک جوره تا بهتون بگم تاک به تاک. خب کوشی برگر کینگم. منم برگر اینا هاشم. کوشی من دارم میپرم. آخه 1000 نفر اینجا دارن دعوا میکنن. برا من صبح آرامشی که با دوچرخه رفت. بابا رادین با ما نیفتاد دوباره. چرا بابا بایستا چی شد؟ فهمیدم کجاست بابا احیانا 2 تا برگر کینگ نیست مثلا. دقیقا خب بایستا رو کش خب کنم برو دنبالش بابا. الان میرم بابا من میگم سرور ما نیست که خب بگی. میتونی بیای سوپرمارکت؟ رادین؟ من برم تو محلی ام من نمیام. نه نیستی رادین وایسید بذارید ببینم. وایسید یه دقیقه وایسید. کس نه، نیست. نه نیستی تو جوین ما. ای بابا خب نمیتونیم بیاین جوینم. ما اومدیم جوین تو. یه دقیقه الان میام. بچه اومدیم که پک باز کن. اومدیم پک ماشین باز کنیم. خفندنش 200,000 تاست که نداریم. ولی خب ما میایم 16,500 تا باز کنیم که میریم از ATM. اون چه ماشین خوشگلیه. چنده؟ غلط کردم. هیچی. ما میایم 16,500 تا گفتم. آره 16,500 تا از این ATM میگیریم. نمیده چرا؟ اشتباه آمدم. خب کش 16,000 تا گفتم. خودم یادم میره هرچی میگم. 20,000 تا شارژ میکن. دید وای بابا یکی با تفنگ افتاده دنبال من. بابا نزنش بچه رو نزن. من یه کارگر ساده‌ام. خب بچه ها خدا برام پدر کسی منو گفت الان ما 20,000 تا پول داریم که میایم یه 16,500 تا میزنیم ببینیم چی میده. اوه لامبورگینی. وای بابا موتور برقی داد. بابا ریل میزنیم بابا. اسکیپ. چرا اسکیپ نمیشه که؟ بابا دوباره ماشین خودمو دار. کار خرابه رو دادیم. آقا یه 1500 تا دیگه. آجی من این فورد مستنگر میخوام بخرم چند لیره داری؟ ماش F15 داد. ای بابا نماجه من ماشین رو قرض میگیرم خدا برو. نه چی شد؟ تو بود محمدی؟ تو بودی؟ واقعا چاقا خیلی دیگه. چاقه چیکار کنی؟ ماشین زدم آقا تقصیر ما نیست دیگه. مرد چاق. دید. آخ منو کش یا حضرت عباس زدنم 500 تا پول دارم. نکن مردی که نزن. صورت من فعلا دماغ ندارم دماغم نیست عزیز من مگه من تو رو چیکار کردم 3 نفری ریختید سر ما؟ زدتم بابا فینیشه. اصلا ویدیو رو حالا تموم اگر کنیم. نشد با لپتاپ میام. نه ویدیو رو تموم کن. بچه امیدوارم این ویدیو خوشتون باشه. تا ویدیو بعدی خدافظ. چرا اینو میگی؟ نه دیگه الان کلا اصلا ویدیو رو میذارم چون که یه کارایی کردم توش نمیتونم پاک کنم. حالا دیگه پیش میاد. ای بابا با اینقدر لگه وای خیلی لگن.